ولی برادرها سوال میکنن که چخیر کنیم همین محبت رسول الله در دلهامون پیدا شود. برادرای عزیز و گرامی، برای محبت رسول الله را در دلهاتون پیدا شدن 3 چیز برای هر کدامتون مهم است. 3 چیز. یکم میگه صلوات زیاد در حق پیامبر گویین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یا میتونین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگید. دوم میگه حیات صحابه های پیامبر خونین. چگونه پیامبرمون همراه اصحاب چه حیات گذرانیدن، حیات اینها را بخونین. بین یعنی یکم صلوات گوین، دوم حیات پیغمبرمون را بخونین، سیوم دوستداری صحابه را نسبت پیامبر بخونین. همه اینا کتاب دارن. وقتی اینها را خواندین انشاءالله در قلبهای شما محبت پیامبرتون برادران عزیز پیدا می شود. بیا یک دو قصه‌اش گوش کنیم که این صحابه های پیامبر چگونه دوست می داشتن. همین جنگ بدر ولی آغاز ناشیده پیامبر ما صف مجاهدها را راست کرد، صف اصحابش را راست کرد. در دستکش میگه یک تیاق بود. یک تیاق بود، میگه نگاه میکرد که کسی اگر کمی پیش است یا پس است با تیاقش میگه راستشو میکرد. حضرت صف راست بسیار، ولی بینین در نماز هم باید صف راست باشد، زیرا پیامبر گفت کسی اگر صفهاشون کجای قلبهاشون کج میشود. بینین برای همین در جنگ هم صفها را راست میکرد. بناگاه برادر عزیز همون تیاقش یک نفر کمی پیشتر بود، با تیاقش در شکم همون یک تزد که خفاتر بیست. این نفر نامش سواد ابن غزیته. بینین سواد ابن غزیه بگیم من میشود. وقتی که همان عصای پیغمبر در شکمش کمی رسید، میگه در حال میگه صداش بلند کرد، گو حضرت شکم درمن کردی. گفت قفا بیست. گفت شکمم درمن شید، در عوض این من از شما قصاص میخواهم. چخیلی که در شکم من با تیاق زدی شکمم درد گرفت، منم میخوام در شکم شما با تیاق زنم. برادر عزیز و گرامی، مقصدی سواد این نبود. حضرت البته در حال یک دینی هست برادران عزیز و گرامی که برای آنه که یک نفر بالا یک نفر حقش باقی نماند حتی پیامبر راضی می شود. میگه شکم شکشاد حضرت، گو بگیر قصاص ده. سواد میگه بزانو زد برادران عزیز و چهره و چشمهاشو میگه در شکم پیامبر گرامی مالید. گفت و شکم حضرت میگه در آغوش گرفت. گفت سواد این چی کار بود تو کردی؟ گفت حضرت نمیبینی که در پیش چی معرکه ای؟ اینجا در اگر گفت حاضر شاید گفت آخران دیدار من با تو همین باشد. خواستم که آخران دیدار بینی مانه با مالیدن چهره و چشمهاش بر شکم بی تو باشد. برادرای عزیز، این را محبت میگن. بین این در پیش معرکه مقصد غزا است، اینجا جهاد است، اینجا جنگ است. من میخواهم که آخران ملاقات من با تو همین باشد. حضرت حقشان دعا کردن. دیگر قصه ای که برادران عزیز در همین جنگ بدر بود، وقتی پیامبر میگه همشون جمع کرد و گفت یقین دانین که کسی در همین جنگ الحال گفت کشته می شود درجه شهادت را می برد، یعنی او شهید می شود. وقتی این سخن گفت یک نفر به نام عمیر ابن حمام میگه واسه بلند که گفت به
به. پیامبر گفت چرا این چنین صدا زدی؟ چرا به به گفتی؟ گفت آخر از بشارتی تو، از این مکافاتی که خبر دادی، از همین مکافات. میگه این سخنها را میگفت و در پیشش میگه یک مشت خرما بود، خرما میخورد. پیامبر گفت که عمیر گفت، طرفش گشت. وقتی عمیر بسیار وقتش خوش شد از این مکافات، بعد گفت عمیر گفت تو همین درجه را میرسی، تو گفت همین شربت شهادت می چشی. میگه حضرت عمیر وقتی ایرا شنید برادرها، ترس فراش نگیرید، خرسند شید. در پیشش خرمایی که بود، قسمتی از امونا مانده بود، یک چند دانه. گفت اگر من اینها را حاضر همش بخورم، اینجا کمی از مرا وقت من میگیرد، من از شهادت عقیب میمانم. برای این میگه یک چند دانه ایش خورد و باقیش پرتاب دیگه و دوید میدان دا میگه داخل شد و جام شهادت چشید. برادران عزیز و گرامی، این دو قصه ای که در داخل همین جنگ بدر شدگی بود. میاییم به سر بعد کشتن ابو جهل. عبدالرحمن ابن عوف یکی از مالدارهای برادرای مسلمان، میگه در پهلوم دو جوانی بودند، سینی اونها به 16 میرسید. یکی نامش حضرت معاذ ابن عمر ابن جموح، دیگرش میگه معوذ ابن افراء. این دو جوان میگه عبدالرحمن میگه یکیش پرسید، هر دوش میگه از من پرسیدن که عمک ابو جهل کدام از اونها هست؟ یعنی اونها روبروی علاقه مسلمان ها ایستاده بودن، کدام یمین از ابو جهل هست؟ عبدالرحمن میگه اول در دلم یک چیزی گذشت که این دو جوان مقصد دست اینا چی میه؟ ابو جهل یک درختی است که او را جنبانده نمی شود. بعدا گفتم انشاءالله هرچی خدا خواهد همون می شود. گفتم همون نفری که میبینیم بالای اسب سوار است، این طرف می رود او طرف می رود، همون ابو جهل است. میگه هر دو همین جوان برادران عزیز چنان با یک سرعت تیز دویدن که معاذ میگه وقتی که من نزدیک شدم با شمشیر میگه چنان یک ضربه در ساق پاش زدم، میگه که حتی ساق پاش میگه جدا شد. وقتی در زمین زد، بعد معوذ ابن افراعی که همراهش بود میگه یک چند کار دیگه او در تنش زد. در همون پهلوی ابو جهل برادرها، علی او زمان اکریمه بچهش ایمان نیاورده بود، این در آخر ایمان آورد. زمانی که در این جنگ اشتراک داشت علی ایمان نداشت. معاذ میگه زمانی که من در پای ابو جهل زدم که پاش جدا شد، بچهش اکریمه میگه در پهلوش بود. میگه وای چنان یک ضربه سختی با شمشیر زد که حتی میگه دست میگه از کتفم جدا شد، در یک پوست کشال همین تا آویزان ماند. بعد از آن میگه باز من محاربه را دوام دادم. برادرات من در همینجا در یک کار تعجب کردم وقتی خواندم و خیلی آفرینم گفتم و لایق سزاوار آفرینم هستند. اونها این خیلی شجاعت داشتن که الله راضیگیش از اصحاب پیغمبر اعلان کرد که من از این مسلمان هایی که در گردی تو از همش راضی هستم. معاذ میگه وقتی دیدم که همین دستم در یک پوست کشالای و بسیار در مقصد محاربه مرا دقت میتاد، نمیگذارد که من مقصد جنگی خوب کنم، محاربه نقد نشان بدم. میگه تایپاند ماندم و همین یک ضربه زدم، میگه که کن میگه دور پرداختم و محاربه ما میگه دوام دادم. معاذ برادر عزیز این ابن
امری که گفتیم تا دوره حضرت عثمان این کس زنده ماندن، لیکن معاویزی که ابن افراعی که بعد زدن معاذ دوام کار او کرد، اونش در همین جنگ برادرای عزیز شهید شد. بعدا میگه هر دش دویده آمدن پیش پیامبر آمدن، گفتن حضرت ابو جهل ما به قتل رسانیدیم. میگه پیامبر گفت کی به قتل رسانید؟ میگه معاذ گفت من به قتل رسانیدم. معاویز میگه من به قتل رسانیدم. میگه حضرت گفت شمشیرهاتون آیا هست؟ گفت برآوردن که پری خون است. گفت هر دو تان گفت ابو جهل از بین برده. خلاص برادران، وقتی که جنگ تمام شد با فایده مسلمان ها انجام یافت، مشرکا همه سردارها و رهبرها همه کشته شدن. آخر در بعد میگه پیامبر گفت کی به سراغ فرعون می رود؟ کی به سراغ ابو جهل می رود؟ که در کجا باشد؟ عبدالله ابن مسعود برادر عزیز رفت به سراغش. در بین همه مشرکا یافتش که لحظه های آخرش مانده است، حالی زنده مقصد نفس میکشد، حالی گپ میزند. عبدالله میگه آمد بالای همون گردنش در پاش گذاشت و بعد گفت ای خار کرده ای خدا، ای نفری که تو ذلیل شدی، تو خار شدی. میگه ابو جهل گفت چی جای خاری دارم؟ من این مالدار بودم، من این پولدار بودم، من این آبرو داشتم، چی جای خاری بود؟ بعدا میگه عبدالله میگه شمشیرش کشید. میگه ابو جهل میگه گفت ای پادبانک، ای پادبان، گفت سیاه بلندی بعد برآمده. یعنی اگه بینیم برادرای عزیز که این قدر نفرت های، این قدر بدبینی هست که حتی در دم آخرش هم سخناش بین که چقدر قبیح هستن. تو بسیار بلند برآمدی، مقصد بسیار من حیف شدم که مقصد به دست تو کشته میشم. این زمان میگه عبدالله دیگه سرش ای تنش میگه جدا کرد و به پیش پیغمبر خدا آورد. پیغمبر میگه با او چند سخنی گفت و بعد میگه همون آوردن عبدالله میگه رفت جسدی ابو جهل هم دید میگه و گفت این فرعون امتی من گفت همین بود. بعدا برادرای در اونجا مقصد نفرهای بسیار مثل شیبه و مثل آس و نفرهای بسیار محترم و بسیار گویم در بین مردم مکه آبرودارها کشته شدند. حضرت همه اونها را بردن در یک غار پرتافتند. بعد چند روز گذشتن رفت حضرت از دور نگاه کرد و با اونها گپ زد. گفتشان که من آیا شما را نگفته بودم که شما مقصد این راه را انتخاب نکنین، شما بندگی خدا را انتخاب کنین، شما مقصد انتخاب نکردین، الحال این مقصد روز تانه دیدین، الکی سزای اعمال تانه چشیدین. گفتم میگه پیامبر بعد در اخیر قطیشان همچنان معامله کرد. الله مهربان عاقبتمون بخیر کنه برادرها، ایمانمون کامل نگه دارد و الله مهربان ما و شما را هم در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد و خدای مهربان بر همه ما و شما توفیق دهد که این محبت و این پشتیبانی که اصحاب پیغمبر با پیغمبر داشتند، خدای توفیق بر همه ما و شما هم نصیب گردانه. آمین یا رب العالمین.